درود آقا، بریم سراغ این مسئله که این روزا خیلی رواج شده، همه میذارن که درآمد یوتیوب نمیدونم قطع شده برای ایرانیا و نمیدونم درآمد نمیده و این داستانا، که ببینیم چه جوری هست. چون مسئله ای بودش که منی که شروع کارمه و دارم تولید محتوا میکنم، وقتی شنیدم کرکوپرم ریخت و گفتم وای چه اشتباهی کردم. حالا بریم سراغ ویدیو تا ببینیم که چی پیش اومده و این موضوع حقیقت داره یا نه. برو بریم. خب بریم سراغ اصل ماجرا. اول از همه خیلی خوش اومدی به ویدیو خودت و اینکه تا آخر ببین، چون حتما و قطعا به دردت میخوره، چون به درد خودم. یعنی مسئله ای بودش که خیلی خودم بعد فهمیدنش دلم قرص شد، یه جورایی گفتم خب اوکی دیگه بریم سراغ فعالیتمون و ادامه بدیم. حالا چیه ماجرا از چه قراره؟ اینجوریه که آقا من چند تا ویدیو باز کردم نوشته بود نمیدونم درآمد نمیده و نمیدونم از اینجور داستانا، و طبق چیزایی که من رفتم چک کردم، یعنی شاید بالای 20 تا ویدیو دیدم و کلی گشتم و دیدم که همچین چیزی نیستش. قطعا شمایی که داری این ویدیو رو میبینی مثل من یه خورده شک کردی به این ماجرا، که نمیدونم هر کی از راه میرسه یه چیزی میگه، یکی میگه قطع شده درآمد، یکی میگه درآمد است. ولی اومدم که با یه مثال و چند تا چیزو بگم که دیگه دلتو قرص کنم و خاطر جمع بری به تولید محتوات ادامه بدی و اصلا گوش نکنی به این حرفا. این چیزی که این روزا خیلی اتفاق میفته، من مثلا این استا رو با میکنم، نمیدونم اخبار جنگه، نمیدونم میای داخل یوتیوب اخبار جنگ، نمیدونم قطعیه، نمیدونم درآمد و نمیدونم اینترنت فلان شده و اومدم بگم این چیزا رو اصلا دنبال نکنید. چون اگه بخوایم منطقی و مثلا با عقل خودت یکم فکر کنی و ببینی مثلا چه دلیلی داری یکی بیاد بگی که آره درآمد قطع شده و درآمد نمیده، بعد طرف خودش اومده اونقدر ادیت زده برای ویدیویی که درآمد نمیده و اومده ویدیویی گذاشته که مثلا به مردم بگه آره مثلا این درآمد قطع شده. خب چه دلیلی داره؟ اصلا به نظر شما گربه محض رضای خدا موش میگیره اگه مثلا درآمد نداشت که خودش هم تولید محتوا نمیکرد؟ یا حداقل چون کسی که میاد یه همچین ویدیویی با این موضوع میسازه، کلی براش وقت گذاشته، طبیعتا ادیت بوده، تابمیل بوده، تایتل بوده و کلی از این داستانا. پس اگه یه ویدیویی دیدی قطعا بدون چرت و پرت محض، اصلا غیر ممکنه درآمد قفل بشه، درآمد برای ایرانی‌ها غیر فعال باشه و یه نفر بیاد با همین وجود یه ویدیو وقتشو بذاره 4 ساعت ویدیو بگیره، 4 ساعت ادیت بزنه، 4 ساعت تایتل تابمیل انتخاب کنه و این داستان. حالا این داستانی که خودت باید بهش فکر کنی. پس حالا اگه درآمد قطع نشده چه اتفاقی افتاده دقیقا؟ عزیزای دل، غیر ممکنه بیاد یوتیوب یهو بعد این همه کاربر ایرانی که توی یوتیوب هست بگه نه دیگه ما کلا درآمد نمیدیم و درآمد قطعه. همچین چیزی غیر ممکنه. مثل این میمونه که تو مثلا رفتی یه کار مثلا 20 سال شده مثلا درس میکنی، میری یه جای قبول میشی، استخدام میشی، و مثلا بردار یارو بگه نه دیگه شما از فردا نمیاید و ما به شما درآمدی نمیدیم. اصلا غیر ممکن، همین چیزی نیست. خواهشاً مخلصاً این کسایی که همچین چرت و پرتایی دارن تولید میکنن، اول از همه کلا نمیدونم آن سابسکرایب بشید، یعنی آن فالو کنید و نداشته باشید. چون چیزی که اتفاق میفته چیه؟ یعنی من خودم به شخصه هر دفعه رفتم توی یوتیوب یا اینستا و یه همچین محتوایی رو دیدم، مثلا اون روز قرار بوده ویدیو ضبط کنم، اومدم جلوی دوربین و گفتم خب الان اگه درآمد قطع شده برای چی بیام ویدیو ضبط کنم؟ یا مثلا اگه اینجوریه کلا بی خیال و کلا یه امید تو کلا میگیرن ازت و اینجور چیزا، مخصوصا اخبار جنگ و نمیدونم تورم و فلان هر چی که داره چیزای منفی بهت میگه رو کلا خواهش میکنم آن فالو کن، آن سابسکرایب کن و نبین. چون اینا فقط جز این که انرژی تو بگیرن و حالتو بد کنن چیز دیگه یا نمیتونن بهت بدن. این که یک. دوم از همه اتفاقی که افتاده این مدت اینه که فقط RPM درآمدی، خب یعنی RPM اون چیزیه که تخمین درآمدته برای مثلا ویدیوت. مثلا تو به فرض مثال یه چنل آموزشی با یه چنلی که مثلا داره ریاکت میره یه خورده فرق میکنه اون RPM درآمدیش. RPM درآمدی قبلا مثلا شاید چجوری بگم 7 دلار، نمیدونم 6 دلار، 8 دلار بوده، اون الان اومده واسه ایرانی‌ها کمتر شده و بازم حدود 3 یا 4 دلاره.
یعنی چیزی نیستش که بگیم نه قطع شده. و یه چیزی دیگه هم بگم، برای کسایی که با AI دارن محتوا میذارن گفتن که کلا قطع شد، یعنی مثلا درآمدو خیلی آورده پایین و شاید تقریبا دیگه کلا درآمد نده، ولی فقط به کسایی که تو موضوع AI و مثلا خودشون رو دوربین نمیاد و محتوا کلا AI به اینجور چنل شاید درآمدشون خیلی بیاره پایین و کلا درآمد نده. حالا بریم برای برانداز کردن این موضوع که یوتیوب هنوزم با اینکه RPMش اومده پایین و درآمد کمتری به ما ایرانی‌ها میده، خوبه که بخوایم فعالیت کنیم یا نه، ارزش اینو نداره. اول از همه بگم مثلا ما برای اینکه بیشتر متوجه بشیم دو تا کار ما با هم یه مثال میزنیم. به فرض مثال شما یه کارمند رو در نظر بگیر که این کارمند 25 یا 30 میلیون تومان حقوقشه. این کارمند اگه بخواد اضافه کاری هم انجام بده نهایت اون درآمدش شده 40 تومان و این درآمد 40 تومان یا درآمد محدوده و سقف داره، یعنی از این یعنی هر چقدر اضافه کاری بره و بخواد کار کنه از اون سقف درآمدی خودش نمیتونه بیشتر بره، یعنی دیگه اگه 40 تومنه همون 40 تومنه. ولی یوتیوب یه خوبی که داره چیه؟ شما مثلا به ازای زمانی که شما چندتون مانیتایز بشه به ازای هر 1000 تا بازی $3 مثلا ما در نظر بگیریم، توی کمترین حالت ممکن ما $2 در نظر بگیریم و بالاترین حالت ممکنش هم که خب 5 یا 6 دلاره که ما بینشون میگیریم $3. اگه بخواد به ازای هر 1000 تا بازی به شما $3 بده یعنی 570,000 تومان به ازای هر 1000 بازی. و اینکه شما یه ویدیو میذاریم شاید مثلا 1000 تا بازدید بخوره و شاید یه ویدیو بگیریم که 10,000 تا بازدید بخوره یا میلیونی بازدید بخوره. و این یه پلتفرمیه که خوبیش اینه یعنی شما سقف درآمدی نداری، یعنی امکانش هست که یه ویدیو بذارید که 1000 تا 2000 تا 3000 تا بازدید بخوره و یه ویدیو هم بذاریم که بتر کنه و 100,000 تا 200,000 تا یا 1 میلیون مثلا بازدید بخوره. اینجا دیگه شما مشخصه که چه کاری رو باید انتخاب کنید و اینکه تولید محتوا کردن خوبه یا خوب نیست. و همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خیلی مخلصیم.